با من آماده شید بریم اول اردو. بگم که صبح خیلی خوابم میومد، به خاطر همون نتونستم فیلم آماده شدن رو بذارم، ولی خب 1 ساعت بعدش که اومدم تو ماتریکس دیگه پر انرژی شدم. خب اول سوار اتوبوس شدیم، بعدش یکم رقصیدیم. البته یکم که از پای شهید شدن میتونیم بفهمیم چقدر رقصیدیم. ولی خب خیلی جالب بود. اتوبوس 2 قسمت بود، یه قسمت یانگ یه قسمت یانگ. راننده که کلا بعدش من رفتم مثل روانیای تریاکی نشستم جلوی در اتوبوس. بله این پاون که مشاهده میکنین. بله بالاخره بعد از 3 ساعت دیوونه بازی رسیدیم. بالاخره بعد از یه ماه به قول معروف بیوتیفول بودن کاخم نگم برای، چون بیش از حد خوشگل بود. حیاتش واقعا بهترین وایبی داشت که تو کل زندگیم تجربه کرده بودم. حالا تو فیلم اصلا مشخص نیست چقدر بزرگه، ولی صدای خشخش برگان، کلاغ جدی واقعا خیلی خوب بود. اینم که داخلش یه سری توضیحات راجع به مکانه که خیلی نظرمو جلب کرد بگم. اینجا دفتر کار ناصرالدین شاه بوده. اینجا یعنی سالن اصلی کاخ که مهمترین سالن بوده. توی این سالن مهمترین کارهای کشور انجام داده میشه و یه خانم روسی اینجاست که با مترجمشه و نه تنها این بلکه کره و انگلیسی و بقیه روسی ها بودن. مستورشون کردیم. جالب فیلم جیران یکی از معروف ترین فیلم های سینما در همین کاخ فیلم برداری شده. اینجا سالن سلام که یکی از مهمترین مکانهای دیگه است. خب ادامه. پرنیان که اصلا هرچی عکس میگرفتیم لامصب راضی نمیشد. از تنه بیچارم که فاطیما هم که اصلا نمیدونست اعصاب چیه، اصلا اعصاب کجاست. و اصل مطلب این که کیفم اون اعصاب داغون گربه دیدم نمیدونستم دردسر چیه. یعنی فکر کنم با اون اعصاب داغون آره این پشمک دومش از کله من گونداتر. با اینکه اینقدر دویدیم شکممون نابود شد، ولی فهمیدیم همه مدت دست مسئول بوده. و مسئولی که ازش کیف و تحویل گرفتیم توی بود که خوراکی چی توش بود، از کی خریدی، آقای محرمی داداش. من داشتم چالش میگرفتم که یه دختری که نمیدونستم حتی از کدوم فضای اومد و خراب. پرنیان همچنان در حال عکاسی، هیچ نقطه‌ای نبود که باش عکاسی نکنه. خب حدود 1 ساعت و نیم توی کاخ موندیم و یکم در حدی که گوشیمون با حافظه کاسفور ایور کرد عکس و فیلم گرفتیم و بعد از نیم ساعت پیاده روی و مردن رفتیم سوار اتوبوس شدیم. کلی هم خارجی دیدیم. یا انقدر پام درد گرفت کفشام در بردن و من و آیرین داشتیم راجع به مسائلی از خنده. در همین لحظه با شکوه متاسفم که میونه سخنهای سیسی پریناز بزرگ دارم حرف میزنم، ولی خب باید بگم که 3 نفر گم شدن و ما فقط 1 ساعت منتظر اونا بودیم. پریناز افتاد. خلاصه خیلی حال داد رسیدیم و